الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما درباره یک بیماری است که در بین امت اسلام دیده می شود و این بیماری را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زیبا طبابتش را برای ما آموختند. حالا ببینیم که این بیماری چیست و طبابتی را که سرور عالم برای من و شما آموختند چگونه است. حدیث چنین است: عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. در این حدیث گوهربار پیامبر گرامی اسلام زیبا می‌فرمایند که جایز نیست برای مسلمان این که از 3 روز بیشتر با برادر خود قطع رابطه کند و وقتی که با یکدیگر واخری میکنند از یکدیگر فرار کنند و از یکدیگر دوری بجویند و بهترین این 2 نفر همان است که اول شده در صلح را برای برادر خودش باز میکند. دوستان گرامی قدر، در این حدیث درد همان است، بیماری همان است که با برادر خود یک نفر از 3 روز بیشتر قهری کند، با اون قطع رابطه کند، با اون صحبت نکند. و درمان هم این است که پیامبر خدا زیبا فرمودند که بهترین شخص نفر است، بهترین شما همان نفر است که اول شده در صلح را باز می کند. دوستان گرامی، این حدیث را می شود که شرح داد و همانی را که پیامبر من ساختند از 3 روز بیشتر که در معصیت انسان گرفتار می شود، اگر این قطع رابطه از 3 روز بالا گردد، این به خاطر امر دنیا است. اگر نفر به خاطر قطعه زمین است یا به خاطر که یک برادر در وقت غضب یک سخن درشتری برای برادرش میگوید، به خاطر امرهای دنیا اگر با برادرش از 3 روز زیاد سخن نکند و قطع رابطه کند، در معصیت گرفتار می شود. و توصیه پیامبر خدا این است که اول شده یکی از آنها باید آمده این رابطه را برقرار کنند. و اگر نفر به خاطر دین باشد، به خاطر اسلام باشد، با برادر خود از 3 روز هم زیاد قطع رابطه کند، جایز است. مثلا اگر نفر میخواهد فرزند خود را که در معصیت گرفتار است یا برادر خود را که در معصیت گرفتار است برای اون تعلیم دین بدهد، میتواند که زجرش کند و از 3 روز هم بالا باشد با اون صحبت نکند تا آنکه همین زجر این نفر تعلیم شود، درس شود برای این نفری که در معصیت گرفتار است. و این چنین اگر نفر برادری دارد که در معصیت آلوده است و با اون نصیحت میدهد و نصیحت را گوش نمیدهد، میتواند که از 3 روز بالا برای اون صحبت نکند و قطع رابطه کند، زیرا گناه اون، معصیت اون می شود که تأثیرش به این برادر خودش برسد. دیگر جنبه این حدیث این است که دوستان گرامی، نعمت اسلام است که ببینید که پیامبر خدا تعلیم میدهند که نباید مسلمان از 3 روز بیشتر با برادر خود نافهمی داشته باشد. ولی انسان طبیعت دارد و هیچ نفر در این روز معصوم نیست. شاید یک نافهمی می شود، در یک غضب یک سخن درشتی میگوید، اما شریعت الهی مهلت داده که تا 3 روز باید خود را به دست بگیرد، به خود بیاید و از برادر خود عذرخواهی کند و این رابطه را برقرار بسازد. دوستان عزیز گرامی، در حدیث دیگر هم که حدیث صحیح است، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین می‌فرماید که من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه. هر نفری که با برادرش 1 سال به خاطر یک امر دنیا اگر قطع رابطه کند و مانند ریختن خون اوست. این مثل را پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال می آورد تا اینکه بزرگی این گناه را برای من و شما بیاموزد. و دوستان گرامی، متاسفانه شنیده می شود و دیده می شود که بعضی نفران تقریبا 1 سال و حتی زیادتر از 1 سال با یکدیگر صحبت نمی کنند به خاطر یک قطعه زمین یا به خاطر یک سخن درشت یا یک سخن نادرستی که از جانب برادرش به اون میرسد. پس برادران گرامی، ما باید گردن شیطان را بشکنیم و این توصیه پیامبر را و این طبابتی که پیامبر خدا برای ما آموختن باید در زندگی خود عمل کنیم و رفته
با برادر خود دست صلح دراز کنیم و آشتی کنیم، زیرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینید که میگوید بهترین شما همان است که اول شده دست صلح دراز میکند و این رابطه را برقرار میسازد. دوستان گرامی قدر، و حدیث دیگری هم داریم که این را باید در اینجا مناسب است که اینجا ذکر کرد. اگر یک نفر با برادرش به خاطر یک امر دنیا نافهمی می شود و نزد برادر خودش می رود و عذرخواهی می کند، اگر جانب مقابل برادرش عذر اون را قبول نکرد و همون نافهمی خود را دوام داد، این نفر از معصیت خلاص می گردد، یعنی دیگر در این نفر معصیت نوشته نمی شود و اون نفری که قبول نکرد عذر برادر خود را، تا زمان قبول کردنش اگر از 3 روز بالا که شد دیگر در معصیت آلوده می شود. خدای نکرده با این حالت از دنیا بگذرد، نزد خداوند جوابگویی دارد. پس دوستان عزیز، نباید که ما خود را در معصیت آلوده بسازیم و اگر نفری که در چنین حالت قرار دارد اول شده رفته با برادر خود صلح کند به خاطر این توصیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تا اینکه سعادتمندی این دنیا و آخرت را دریابد. شما را به الله منان می سپارم تا برنامه‌های دیگر. الله یار و مددگار.